همه ما پلیرهای جی تی ای اینو با خودمون توی ذهنمون درگیر شده که توی سری بازی‌های جی تی ای که انجام دادیم، از اولین مأموریت تا آخرین مأموریت، برای مثال توی وایس سیتی اولین ماشینی که سوار شدم چه ماشینی بود که بازی ما رو مجبور کرد سوار ماشینه بشیم. اجباری دارم بهتون میگم. یا لباسی که من پوشیدم اجباری باید حتما میپوشیدم تا داستان بازی ادامه پیدا میکرد چی بود. برای مثال حالا من اومدم امروز با پارت اول این موضوع، اونم توی نسخه وایس سیتی، که اولین لباسی که توی وایس سیتی پوشیدیم چه لباسی بود و از اول تا آخر مأموریت ها رو میخوایم با هم دیگه چک کنیم و ببینیم که آیا توی کدوم مأموریت ها باعث میشه که اختیاری اون لباس رو نپوشیم و به مأموریت خودمون ادامه بدیم تا اینکه خود بازی بیاد به ما گیر بده، اونم اجباری، تا بتونیم این مأموریت رو و داستان بازی رو ادامه بدیم. ولی خب این مشکلی که ما داشتیم، مثلا برای مثال حالا اگه این ویدیو رو یا همین سبک ویدیو رو اولین ماشینی که توی سری بازی‌های جی تی ای اومدیم سوار ماشین شدیم، یا اولین موتوری که اومدیم سوار سری بازی‌های جی تی ای شدیم، برای مثال جی تی ای ویر در فلان شخصیت، حالا برای مثال فرانکلین، اولین موتوری که سوار موتور شد اسم موتور چی بود، اسم اون موتور چی بود، مثلا کدوم شخصیت بود. ولی خب این سبک و یوتیوبرها بزرگ میان تو کانالشون میذارن و حالا شمایی که میرین بینندگان ویدیو رو نگاه میکنید با خودتون میگی که عیبی نداره، این چیزا رو ما میدونیم بذارن، بازم ما نگاه میکنیم از بیکاری. ولی وقتی که مایی میایم پس از این همه ادیت، پس از این همه کار و خستگی و زندگی، میایم این ویدیو رو ادیت میکنیم و میذاریم، بازم شما هیت میدین. ولی اینو حواستون جمع باشه، شما اگه هر چقدر هیت بدید بازم ما به کارمون و شغلمون ادامه میدیم. ولی خب بریم سراغ اصلی مطلب. تا اینجای بازی که اومدیم و اینکه بریم بازی رو سیوش کنیم یا اینکه بریم حالا بازی رو استارتش کنیم تا بتونیم از فردا بریم مأموریت و شهر وایس سیتی رو بگا بدیم، باید چی کار کنیم؟ تا اینجای بازی به ما اجباری نگفته برو فلان لباس بپوش، ولی تا جایی که اومدم وایس سیتی رو 100% کردم یا 50% کردم و بازیش کردم تا آخرین مأموریت. فقط و فقط یادمه وقتی میریم واسه اولین مأموریت اینجا فکر کنم مجبور میشیم تا بتونیم یه لباس اجباری از طرف بازی بپوشیم تا بتونیم ادامه داستان رو بریم. ولی خب الا اگه اون لباس رو نپوشیم این باعث میشه که داستان بازی ادامه پیدا نکنه و همونجا میمونه و ما نمیتونیم اون بازی رو و به داستاناش ادامه بدیم و گوش کنیم. این مشکلی که ما داشتیم. و اینکه بعد از این کاتسین مأموریت اول وایس سیتی، بعد از این میریم که لباس رو بپوشیم و بریم پیش رئیس تامی که قراره باش آشنا بشیم، قرار این که بریم پیش اون خیلی راحت میتونیم لباس رو بپوشیم و با این لباس میتونیم دل و چشم و حالا نمیدونم روده و جیگر رو حالا هر چی که هست و نیست میتونیم جلب توجهش کنیم و تامی عنوان دوست دختر اونو میبینه. ولی خب دیگه همه اینا کس شعرن. و حالا که دوست داری بریم سراغ پارت بعدی این ویدیو و نسخه بعدی بازی پارت دوش چی باشه و چی باشه تو کامنت ها واسه هم بنویس.